با حضور آقای دونالد ترامپ در رأس امور سیاست آمریکا، موقعیت کنونی ایران به نظر میاد که در خطر دیگه. در خطر، مسلماً در خطره، برای خاطری که دشمنان با هم اتحاد کرد، ولی شکست بخور نیست. هیچ خارجی عاشق ایران نیست، عاشق خودشه. من معتقدم که غلطی نمیتونه اینو بکنه. ایران میسته. ایران همه چی داره، طلا داره، نفت داره، گاز داره، منابعی داره که هیچ کدومی کثافت‌ها نداره. وقتی شهریور پیش آمد، مملکت ما رو گرفتن، آمدن ایران، از تمام چیزهای ما استفاده کردن، آمدن دو تهران هم نشستن، گفتن که تهران پل پیروزی، اون سفیر پاش میندازه پاش با جوراب قرمز رنگی اینطوری میشینه و به شاه مملکت دستور. کدوم رئیس کشوری حق داره بخواد بگه باید این آدم بره یا نه؟ تو که پادشاه ما گفت غلط میکنه، حرف بزنه، حق ندارن. من نمیخوام ایران عراق بشه، من نمیخوام ایران افغانستان بشه، من نمیخوام سوریه باشه. مملکت ایران زجر کشیده، 200 سال گذشته بدبختی دید. خدا رو شکر اقلا باز هنوز ریشه داره سر پاش. افتخار کنید به تاریختون، افتخار کنید به آتیتون. آینده ایران جوانهای ایرانن. من عقیدمه که معین میکنن هیچ قدرتی هم درشون